بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به سلسله دروس قاعده نورانی درس 12 هم تمام شد که در درس 12 ما تشدید یا شد را خواندیم و ما شد را شناختیم که تشدید یا شد چه چیز می باشه. حروف مشدد را شناختیم. در درس امروزی که درس 13 هم آغاز می شود تمرینات تشدید می باشه. و همچنان فراموش نکنین وقتی که حرف میم و حرف نون مشدد باشه، یعنی بالای میم و نون مشدد باشه، در این صورت در حرف میم و نون به اندازه یک الف غنه صورت میگیره که لازم و ضروری می باشد. این قاعده را فراموش نکنین. میم مشدد و نون مشدد، در میم و نون مشدد به اندازه یک الف غنه صورت میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. با را پیش بر، را زیر ر، ز زبر ز، برز، وقفا برز. ح صاد پیش حص، صاد زیر صی، لام زبر ل، حصل، وقفا حصل. صاد دال زبر صد، دال زبر د، قاف زبر ق، صدق، وقفا صدق، قاف قلقلة مفخم، صدق. عين دال زبر عد، دال زبر د، دال زبر د، عدد، وقفا عدد، عدد، دال قلقلة. قاف دال زبر قد، دال زبر د، را زبر را، قدر، وقفا قدر، قدر، را مفخم در حالة وقف حالة وسم. كاف ذال زبر كذ، ذال زبر ذا، با زبر با، كذب، وقفا كذب، كذب. نون عين زبر نع، عين زبر ع، ميم زبر ما، نعم، وقفا نعم، عين واضح، نعم. يا زبر يا، ظا نون بيش الظن، نون بيش نو، يظن، وقفا يظن. ببینین قبلا گفتم که حرف نون و میم مشدد باشه غنه. ببینین نون مشدد است. یظن، وقفا یظن، در حالت وقف و وصل غنه می شود. یا زبر یا، ح ضاد پیش حب، ضاد پیش ض، یحب، وقفا یحب، وقفا یحب. جیم نون زبر جن، نون زبر نه، تا دو زيرت، جنة، وقفا جنة. ببینین نون مشدد غنه، جنة. ذال را زبر ذر، را زبر را، تا دو زيرت، ذرة، وقفا ذرة، را مفخم، تای گردک حرکت وقف به ها تبدیل می شود. ذرة، ذرة. قاف واو پیش قو، واو زبر و، تا دو زيرت، قوة، وقفا قوة. كاف را زبر كر، را زبر را، تا دو زير، تا دو بيشتن، كروة، وقفا كروة. سين عين بيش سع، عين زرعي، را تا زبرت، سعرت، وقفا سعرت. قاف دال زبر قد، دال زبر دا، ميم تا زبرمت، قدمت، وقفا قدمت. كاف ذال زبر كذ، ذال زبر ذا، بات زبر بت، كذبت، وقفا كذبت. زا واو بيش زو، واو زيروي، جيم تا زبر جت، زوجت، وقفا زوجت. سين جيم بيش سج، جيم زير جي، را تا زبر رت، سجرت، وقفا سجرت، را مفخم چون فتحه داره، سجرت. فا جیم پیش فج، جیم زیر جی، را تا زبرت، فجرت، وقفا فجرت، فجرت.